رهپرشی حاجی وزیر محمد نیازی در خدمت شما هستیم. آمد عید قربان است، همه‌تان خبر دارین. اکثریتتان در مزار شریف زندگی میکنین. تخفیف را مد نظر گرفته یکی تخفیف چند است، کدام نوع تکه است؟ اینمی تکاره که قسمه که خودشون هم بیان کردن 30-40 رنگ دارد، فقط 4 مترش 300 افغان. اون تقریبا 75 افغان فکر میکنم. فعلا 500-600 است. اینا 700 است. افتم میتونه ما امرام 400 افغانی است. حتی تا روز عرفه. 4 متر بگیرین. ما پیش خیاط ببریم. خیاطی که البته شما ما خیاط نمیشناسم. خیاط ما که از نیم ساعت الا در 40-45 دقیقه دوخته میتونه. 4 مترش 400 افغان. متر 100 افغانی. او قبلی را که دیدن 4 مترش 300 افغانی که مترش 75 افغانی میشه. مزار شریف سر میزنن، خصوصا در مارکت متحد و دکان 163 در خدمت شماست. به خاطر عید قربان تخفیف ویژه است. 4 مترش 300 4 مترش 100 است. اینا 4 مترش 400 افغانی است. متر 100 دوم میشه. بله بله. بیننده های عزیز صفحه فیسبوک مزار مبارک، سلام درود احترامات تقدیم همه‌تان. وقت همه بخیر. حیات الله ساغزی هستم از مارکت متحد، نمبر دکان 163 رهپرشی حاجی وزیر محمد نیازی در خدمت شما هستیم. آمد عید قربان است، همه‌تان خبر دارین و یکی از هموطنان عزیز ما در این مارکت متحد، آفرین صد آفرینشان، به خاطر شما از گرفتن فایده 20 افغانی و 40 افغانی و 30 افغانی گذشته اکتفا کرده به 10 افغانی یا 5 افغانی. امروز قرار است تکه های را به خاطر عید قربان و به خاطر شمایی که اکثریتتان در مزار شریف زندگی میکنین تخفیف را مد نظر گرفته یکی تخفیف چند است، کدام نوع تکه است، این را از خود برادر ما میشنویم و یک شاگرد دیگه هم داره که یکی از برادرای یکی از کمدینای مشهور وطن عزیز ما و شماست. خب این کی است؟ او راست باشه داخل باز حتما براتون بیان میکنیم. سلام علیکم، صبح بخیر. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ خوب هستین؟ سلامت، خانه آباد، بخیر باشین. پیش شما باز بخیر ان شاء الله میایم. نامتان؟ حمیدالله نیازی هستم. حمید جان چطور است کاربار؟ شکر الحمدلله میشه میگذره خوب است. چند سال میشه که کار تکرار میکنی؟ ما شکر از اون خاطر که تقریبا 18 سال است که در مارکت هستم. خب حتما پدر بزرگوارتون هم کار تکرار میکرد؟ بله، از ما فامیلی هم تو تجارت کسب کاملا. ماشاءالله ماشاءالله. شما خب میفهمید که چند روز بعد بخیر عید قربان است و شرایط افغانستان هم براتون معلوم است و امروز خیلی کار بزرگی کردن که از گرفتن فایده 20 افغانی و 30 افغانی گذاشتن اکتفا کردن به 5 افغانی یا حداقل 10 افغانی. کدام کار امروز میخوای به مزاری عزیز ما به تخفیف بمونه؟ یکی از این دیکور است که مثلا سایل ابریشم است. اومده جنس هم پایین اقتصادی است. اقتصادی است. کسایی که از این میگیره سایل ابریشم فقط 4 متر 300 افغانی است. خب این کدام چیست؟ چند نوع رنگ داره؟ از کدام چیش است؟ حدود 40-50 رنگ داره. 40-50 رنگ. 4 مترش 300 افغانی. اینمی تکاره که قسمه که خودشون هم بیان کردن 30-40 رنگ دارد، فقط 4 مترش 300 افغانی. تقریبا 75 افغانی فکر میکنم افغان مقام میشه. خب یک دیکور دیگه باز از جنس ها داریم. امپراتور میگن با جنس بالاتر است، اقتصادی است. در جای برای تیکه که هست فقط 180 190 بین میمونه 120 ما فقط 4 متر 400 افغانی متر صدر پاسته استاندارد هر کنشو که خود کنن عربیش هم میگیرن صدر پاسته امپراتور گلف کهکشان کلش یک نرخ است نام باز. خب از گلفش هم یک دانه تا که یک تیکه؟ گلفش که این تیکه است تو هم دوست جنس بالا است. این گلفش است. بله. از اینا چند رنگ است باز؟ از این حدود 40 رنگ داره.
40 رنگ. بله. 4 مترش 400 افغانی متر 100 افغانی. متر 100 افغانی. او قبلی را که دیدن 4 مترش 300 افغانی که مترش 75 افغانی میشه. سرگفتون خوب از بخیر ان شاء الله ساده است. ما سرچیم یک گپ میزنیم فهمون رو گپ ما پخته است بگو. پخته است و یک گپ. سلامت. خب دیگهش کدام بود از اینا سه نام بردین؟ یک خون گل بود. که نی بود. گل شنی بود. یعنی که از کهکشان نشستن. هم جنس بالاست شرط خیاط است که بسته بازار هم گارانتی است. که کهکشان میگه. از این 400 افغانی. این ولی یک موضوع خیلی مهم. مثلا بعضی از اعضا میان خیاط نمیشناسن و شما میبینید این روزا سر خیاط هم خیلی بیروبار بیش از حد است. شما باز تا یک حدی را میتونین که تکرار بگیرین امرای خیاطی که شما میشناسین ببره بدوز. وقتی انسان خیاط فعلا 500 600 است الا 700 است. حتی میتونیم ما امرام 400 افغانی است حتی تا روز عرفه را. تا روز عرفه را. یک مسئولیت خیلی کلان است. تا شما میفهمید که خیاطای مزار شریف خیلی زیاد مصرف هستند. ما گفتیم استاندارد با 400. ما تا گاهی اوقات در ثبت برنامه هم رفتیم یک آقا بزرگ یک تکر سرشون قبول کردیم. ما تا این مسئولیت به گردن گرفت جوابگو هستیم مقصد. ما جوابگو هستیم باز دوی حساب ازش. خب برای ما از همین امپراتور یک تکر بودیم که ما ببینیم که خیاط خاص ان شاء الله. است. همین نزدیکه. امپراتورش میگم که گلفش امپراتور میگه این رنگ باز معقول‌تر است در رنگش. ما خو میفهمم یک ذره رنگای میپوشم که باید در کامرا هم معلوم شود. رنگای روشن. از آن باز اینی رنگ تسترش خودتر است. این ما رو گیره که یک بندازیم گفتیم نفرم. بهترین رنگ است رنگ. امی رنگ؟ امی یا ای؟ این رنگ. این رنگ؟ خوش. این مکسه کنیم. خیلی از امی رنگ؟ نوید جان بود نام دار؟ حمیدالله جان ببخشید پوزش می‌خوایم. حمیدالله جان از امی خیلی که 4 متر بگیریم که ما پیش خیاط ببریم. خیاطی که البته شما ما خیاط نمیشناسم. خیاط ما که از نیم ساعت الا در 40-45 دقیقه دوخته میتا. نیم ساعت یا 45 دقیقه؟ وقتی که وقت میگیرم که دیگر روز به خاطر که چون پیش از شما حداقل 20-25 نفر کالا دادگی در نوبت هستن. اگر نه صرف در 40-45 دقیقه دوخته میشه کالا. و آدرس را میریم آدرس صحیح بود دیگه متحد مارکت. متحد منزل اول همکف 160 لمبر دکان حاجی وزیر محمد نیازی. حاجی وزیر محمد نیازی. چی شانمو جا گچانش همونجا میگیره دیگه خیاط. بله کل حسابش همونجا مربوط میشه. درست. مبارک. سلامت. شما با ما باشید چند دقیقه ما را به خیاط تسلیم میکنیم پس میایم بازی رو میپوشیم دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه دارین؟ بخیر صحتمند. خیرت؟ بخیر باشین. سلامت باشین. نامتان؟ نامم محمد هارون روشن است. محمد هارون روشن. بله. امروز از اینا چند سال میشه کار میکنین؟ امروز از اینا یک 5 سال میشه کار میکنم. 5 سال. بله. روشن گفتی در چهره نبی روشن در ذهن آمد. بیادری میکنیستی؟ بیادر غلام نبی روشن هستم. امروز در ارتباط است؟ بله بله. ما دو نوع بیادر، یک بیادر تن است، یک بیادر اوگه است. تن است یا اوگه؟ ما بیادر شیرخوریش هستیم. خواه شیرخوره؟ بله بله. در ارتباط هستی امروزشان؟ بله بله همش. در کانادا است یا آمریکا؟ در آمریکا است. آمریکا است؟ بله. یکم خواهد تا میگیره؟ بله 100% اول چرا میگیره؟ همیشه در ارتباط هستیم. جیب خرچی گفتی مردم جیب خرچی دارن روان میکنه یا نه؟ چرا نه همیشه ما کدش ارتباط هستم همیشه گپ میزنم. بله. نه یکم وقت شوخی نمیکنه که مرام بخوای؟ نه حالا خب فعلا همینجا هستی؟ مشکلات هستیم فعلا اینجا راحت هستم. دقیقاً. با نبی روشن هم سلام ویژه تقدیم میکنم به اعضای فامیلشون خصوصا مسافرایی که در اکثریت کشورهای اروپایی زندگی میکنن. خودتون در کار تکه بلد هستین؟ بله 100%. چیزی را که اینا اعلام کردن از پشت سر شما که تکه است بله. این تکای عربی است. تکای عربی است
اعلام کردیم به خاطر عید قربان تخفیف ویژه است. 4 متر 300 4 متر 100 بس اینا 4 مترش 400 افغانی است. متر 100 تیکه دوم میشه. بله بله. اول خود 4 متر 300. اینا هم تیکه اول هستن. اینا باز عربی هستن. عربی است. بله عربی هستن، به نام عربی میان. تیکه عربی هستن، به نام عربی میان. پیش بیاین زدم پای. تیکه عربی اول هستن. با زمانه. خود خیاطی رو تو یاد نداری؟ نه خیاطی من یاد ندارم، فقط تیکت فروشی هستم. تیکه میفروشی؟ بله. بسیار زیاد تشکر. همراه نبی روشن که تماس گرفت، حتما سلامای ما رو برشون تقدیم. علیکم سلام. سلامت باشن، بخیر باشن. خداحافظ. از حمیدالله نیازی و هارون روشن یک تشکری ویژه میکنم که در همچون شرایط در کنار شما قرار گرفتن، در کنار مزار عزیز. نه تنها مزار عزیز، هر کسی که به مزار شریف سر میزنن، خصوصا به مارکت متحد و دکان 163 در خدمت شماست. خدمات ما را هم کردن، خانه شما با یک تشکری ویژه میکنیم ازشون. برنامه هم در منجا به پایان میرسه. ما همه چیز برای شما بیان کردیم، فقط شما شماره شما اونجا در لوحه هست، مستقیم زنگ بزنین یا پیام برشون بانین. از 1 متر تا 100 متر هم اگر بخواین انشالله جوابگویتان هستن. مگر میخواین که در اینجا بدوزین، خصوصا کسایی که مسافر از ایران میه، خیاط هم دارین، انشالله تلاش میکنه که در سر خیاطشون هم قبول بکنه و شما کالایتان دوخته با مو قیمتش ببرین. یک افغانی اگر از مو قیمت بالا گرفتن، برای ما در صفحه فیسبوک مسیج بانین، باز ما میفهمم و حمیدالله جان میفهمه. تا برنامه بعدی، بدرود.